پسری رهدوری من در کجایی؟ در انتظار تو پیر گشتم، خسته و پزمون شدم. چشمانم خماری دیدنی رویت را دارد. اوه پسری سنگدلم، تا به کی چشمانم آمدنی تو را انتظاری می کشد. در فراق تو چشمانم خیره گشت. تیزتر بیا، می ترسم از کوری، مبادا آیی و دیگر من تو را دیده نتوانم. چرا بر نمی گردی؟ چرا بر نمی گردی؟ چرا سویم او چه جان گویم نمی آیی؟ دیگر طاقت دوری تو را ندارم. آه خدایا، فرزندم را به من برگردان. همین گونه زندگی مادری تنهای در فراق فرزند پشت سر می گردد. آچا جان، نفس تو نسیمی است که آرامیش را در جان زمین جاری می کند و چهره نورانی تو آینه تمام نمای است از بود و نبود ما. دستی نوازشگری تو تسکین بخش ما در لحظه های دشوار زندگی است و وجود مبارک تو سرچشمه کامیابی های ماست در نبرد زندگی. مادر جانم، تو همه چیز و همه کسم هستی. عشق با تو به کمال رسید و مهربانی در تو خاتمه یافت. تو مظهر زیبایی و صداقت و تمام خوبی ها را می توان در نام پاکت خلاصه کرد. تو بزرگ و مهربان هستی آچا جانم. مادر، چی مفهوم دلنواز و دلانگیز است؟ گویا نخست هدیه آفریدگار بهر فرزند است و فرزند هدیه برای او. ایا مادر، تمام عمر پیکر نفیس، جسم ضعیف، صورت شریف، روی ماهتابی تو را یاد می کنم. پزمان می شوم و به یاد تو دلم گم می زند. تو وجود خاکی نه، سماعی و نه غیبی هستی مادر. آه مادر، عمر تمثال تو را کافتم و نیافتم. کاش تنها یک بار به جای شمس خاور از مشرق امیدم خورشیدی روی تو طلوع می کرد و صبح صادق چشم گشاده روی نورانی و نوربار تو را می دیدم. مادر، آه مادر، آخر این تو بودی که مرا به عالم آدمی و بر صحن وجود آوردی. سر گهواره من دامن شب تار، به گریبان صبح صادق با الله های شیرین شکروار خود محبت را در قلب معصومم ریختی مادر. آه مادر.
مادر همین گونه زندگی را پشت سر کرده، از تنهایی و فراق فرزند نامه‌ای به همگان نوشته در گوشه می آویزد، ولی نامه نه به خاطر پیدا نمودن فرزند. افسوس. انسان در حیات با نیت و آرزوها زندگی می کند و با امید فرزند به دنیا می آورد و او را به وایه می رساند. خواهان آن هست که فرزندش دوام عمر دستگیر و سرابان پدر و مادر گردد. افسوس، صد افسوس. هستند فرزندانی که به قدر آن همه رنج و عذاب‌های این بزرگان نمی رسند و از ادا نمودن قرض فرزندی خود گریزان می شوند. پدر و مادر قبلگاهی بزرگ برای فرزند است که در همه حالتهای زندگی، یعنی شکست و ریخت روزگار، ما را درمانند و همراه. با گذشت زمان ما بزرگ می شویم و عزیزان ما پیر. حتما که نیازمند می شوند و مهربانی و دستگیری ما، یعنی نگران مهربانی های ما می شوند. چشمان این مادر را نظر کردم، نورشان خیره گشته است از پاییدن ره فرزند. روزش تیره است از دوری جگربند. حال مادر تباه است. در آرزوی دیدار و محبت نادیدش از فرزند روانش آب هست و چشمانش نابینا. لحظه های عمر مثل سمندی بادپا تیزگامند که چگونگی در گذشت آن را هیچ یکی از ما احساس نمی کنیم، ولی خوش به حال آنه که هر ثانیه عمر خود را پی کار انجام داد و در عموم از خود توانست چیزی را به میراث گذارد. در زندگی کم نفران پیدا می شوند که از دریچه عقل و اندیشه نظر نموده درد دل دیگری را احساس نمایند. بالاخره نامه‌ای در فراق فرزند سوخته آمده به دست جوانان افتاد، ولی این نامه پر از درد و غم اینها را سوی کلبه مادر برد. برای خریدن خانه در اینجا اعلان‌های خوب می‌گذارند. ها انا алишер، як ба ин эълон нигоҳ кун. خان چی نوشته شده است؟ مادر تنهای 100 سامان در این خیابان گم کرده است. از شما خواهش میکنیم که کسی یابد برگرداند. مرا این اعلان خیلی در تعجب آورده است. چی می شود که به سراغ این مادر رویم؟ اکا، خودمون در جستجوی خانه هستیم. پولی زنک نیافتیم کو. بعد ما برای خانه خریدن آمدیم، نه برای هر گونه اعلان. خیلی آدم نیازمنده بوده است که برای 100 سامانی گم کرده اش اعلان چسبانده است. سراغش هم هست. چی می شود که به سراغ این مادر رویم؟
درد و غم و سوزش دل را تنها میتوان در عبادت و دعای خیر نمودن به سوی پروردگار تسکین بخشید. این نامه در خود چیز دیگری را داراست. شاید نامه آخرین پر از درد و علم، دیدار آخرین و حرفهای آخرین را افشا سازد. модар ҷон, мо аз рӯи эълом омадем. بیای بچه جانم، بیای دوای شین بچه شینی. مادرجان، ما همین اعلان شما رو در بیرون دیدیم و خواستیم که از حال شما بخبر شویم. بله بچم، رحمت بچه جانم، رحمت. модар ҷон, بله. шумо дар ин хона худатон танҳо зиндагӣ мекунед? پسرانم، شوهر داشتم، فرزندم دارم. سالهای پیش شوهرم با یک زنی برآمده رفت. خب مادرجان، فرزند چی؟ فرزند هم نداره؟ دارم بچم، یک تا یگانه خدا به من فرزند داد. لیکن به مسکو رفته کار میکنم گفته رفت و نه سخنشو نه یگان زنگش و صورتش رو دیگر من ندیدم. چندین سال نه مرا سراخ میکند نه میپرسد. از غمای تمام من تمام شدنگیم. ای خدا جان درمان جان. گریه نکنید مادرجان. آخه چقدر گریه نکنم. ای خدا تقدیری بدم ده، تقدیری بدم. تنها موندم، تنها. خاله جان، زیگ نشوید. انا برادر من یک چند روز شد که از مسکو اومد. حتما ما فرزند شما را کوفته یافته میابیم و به نزد شما برمیگردیم. شما زیگ نشوید. بچه جانو کاشکی. من فکر کردم که پسرم اومده است. модар ҷон, شکرانه خدا که شما بوده ای. модар ҷон, шумо ғамгин нашавед. мо дар москва шиносҳо дорем, рафиқҳо дорем. худо хоҳад фарзанди шуморо суроғ карда ба назди шумо мебиёрем. کاشکی بچه جانوی من کاشکی. پسرانم، شما برای اعلان من اومدید. мо ана ҳамон пули шумо гум кардаро ёфта ба назди шумо омадем. модар ҷон, اوه پسرانم، شما دهم آدمی که به خانه ما آمدید. من یگان پول مول گم کردگی نیستم، ولی شکر خدا من یک سنجش گذراندم. شکرانه خدا آدمای خیر میکردگی خیلی بسیار است. مادرجان زیگ نشوید. об ро бигир, модар ҷон. اوه پسرم، اوه پسر جانم، در کجا هستی؟ دیگر طاقت دوری تو را ندارم. модар, 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 مادر، модар, مادر، модар, مادر، модар. مادر. همین است پاداش نسبت به آن همه رنج و عذاب‌هایی که پشت سر نمود. شیرینی ها را یکسو گذاشت و تلخی ها را اختیار نمود. ولی مادر، تو بزرگ هستی، بزرگتر از بزرگان.